السلام علیک. My name is Dr. عادل زکریازاده و سلامی ویژه خدمت دوستان عزیز زبان آموز. لغات رو پی میگیریم از درس 6 کتاب 8. دوستان listen and repeat. گوش کنید و تکرار کنید. village دهکده، weather آب و هوا، tree درخت، flower گل، sunflower گل آفتابگردان یا گل سمشکه، field مزرعه، job شغل کار، sunny آفتابی، cloudy ابری، snowy برفی، rainy بارانی، windy بادی یعنی هوایی که باد میزنه، icy یخی، mountain. ببینید از T-A-I-N باید تو بینی تلفظ میشه. این تلفظ تو انگلیسی میگن نیزال. نیزال یعنی تو بینی، تو دماغی. mountain کوهستان. farm مزرعه، raise پرورش دادن، animal حیوان، interesting جالب، farmer کشاورز، river رودخانه، cattle گله، spring بهار، summer تابستان، fall پاییز، winter زمستان، season فصل، plow شخم زدن، same مشابه، word واژه کلمه، sometimes گاهی اوقات، different مختلف متفاوت، guess حدس زدن، tourist گردشگر توریست، think فکر کردن، all همه، dry خشک، wet مرطوب شرجی، warm گرم، hot داغ، cold سرد، much زیاد، many زیاد. خب much و many فرقای گرامری دارن که بعداً توی گرامر مطرح میشه، دقت کن.